سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدین. امروز میخوام بهتون لیفت ابرو تو خونه رو نشون بدم. خواستم خودم لیفت ابرو کنم، گفتم بیارم خونه انجام بدم که شما هم ببینین. ولی خدایی رنگ رژم خیلی خوشگله، عاشقش شدم. میخوام روی یه دونه از ابروهام کار کنم که شما فرقش رو ببینین که چقدر روی چهره تاثیر میذاره. اول خواستم بهتون نشون بدم که چی میخوام بزنم. واسه من از ایناست که پک کامله، من فقط از هر کدوم یه دونش رو در آوردم نشون بدم که شمارهای 1، 2 و 3 داره که شما به ترتیب میذارین. اول شماره 1، بعد شماره 2، بعد شماره 3. خیلی آسونه گذاشتنش، فقط این که باید بدونین چقدر باید رو ابروهاتون بمونه. اونم بستگی به ابروهاتون داره که کم پشته یا خیلی پر پشته. اگه کم پشته که کم بذاریم بمونه مواد، ولی اگه پر پشته حالا مثلا بین 15 تا 20 دقیقه میتونیم بذاریم، ولی من کلا 13 دقیقه اینا میذارم. حالا یکی از مواردی که نباید لیفت ابرو انجام بدین، یکی اینه که اگه پریود باشین، دومیش اینه که اگه رنگ ابرو گذاشته باشین نذارین، چون ممکنه ابروهاتون بریزه. یه برندی هم که خیلی خوبه برای استفادهتون، برند مای لامینیشنه که خیلی خوبه و هیچ آسیبی هم به ابروهاتون نمیزنه. اگه میخواین تو خونه استفاده کنید حتما از این برند استفاده کنید. برای برداشتن و زدن مواد از میکروبراش استفاده میکنم. از گوش پاک کن استفاده نکنین، چون پرز داره، میچسبه به ابروتون و اصلا قشنگ نمیشه. حالا من شروع میکنم. مواد اولمو برمیدارم و میذارم روی ابروهام. ابروهاتون باید کامل تمیز باشه، یعنی هیچی نه مداد ابرویی زده باشین، نه کرمی دوره ابروتون باشه، تمیز. حالا منم که میبینین فیلتره، میکاپ ندارم، فقط یه رژ و خط چشم زدم. کامل همه موهای ابرو رو قشنگ آغشته میکنین. قبل لیفت اصلا ابروهات رو قیچی نزنین، چون خیلی کوتاه بلند و زشت دیده میشه. نگه داریم بعد لیفت انجام بدین. بعد فاصله زمانی همه موادی هم که میذاریم باید یکی باشه، یعنی مواد اول رو 13 دقیقه من میذارم بمونه، مواد دومم هم همینجوری 13 دقیقه باید بذارم بمونه. یکیشو کم یکیشو زیاد نذاریم. حالا موادی که گذاشتم، الان نایلون رو میذارم روش، میذاریم که اینجوری گرم بمونه تا موادش زودتر اکتیو بشه و بهتر اثر کنه. سلام علیکم. 13 دقیقه گذشت، من دوباره اومدم این مواد رو بردارم پاک کنم، مواد دومو بذارم. بعد یادم رفته بود که شونه کنم، با این براشو شونه کردم. خیلی هم عالی. چقدر کوتاه بلندی داره ابروام. کم میسوزه. بعد با این پدای سکه‌ای پاک کنید، با دستمال کاغذی پاک نکنید. حالا نوبت مواد دوممه. اینم میزنم، باز میذارم 13 دقیقه بمونه. کم تو آینه نگاه کنم. الان نایلون رو برداشتم دیگه. تو مرحله دوم که برداشتیم باید شونه کنین و هر حالتی که دوست داریم بهش بدیم. من خیلی نمیخوام به سمت بالا باشه، یکم به سمت خواب ابرو
شونه میکنم. اینجوری بهتره. بعد که تا 24 ساعت هم اصلا نباید آب بخوره بهش، اصلا، اگه میخوایم بمونه. بعد میرسیم به مواد سوم. مواد سوممون کراتینه که چون چسب و اینا زدیم به مو، حالا من چسب نزدم، اکثرا اول کار چسبم میزنم، به خاطر اینکه نریزه ابروهامون از این روغن کراتینش هم آخر سر میزنیم دیگه. مرحله سوم لازم نیست نایلون بذارین. بعد لازم نیست پاکش کنین چون روغن خودش هم جذب میشه. بعد قیچی زدن ابرو رو هم همون بذاریم برای 24 ساعت بعد که نباید آب بخوره، اون موقع قیچی بزنید. یه خودتون فرق دوتا ابرو رو ببینید دیگه چقدر هم خوب دیده میشه، تمیز و مرتب و شونه کرده، هم صورت رو لیفت میکنه، هم فاصله چشم و ابرو رو زیاد میکنه. ویدیو بعدی من اگه لایک این ویدیو بیشتر بشه میخوام راجع به روتین پوستی و اشتباهاتی که خودم هم قبلا خیلی انجامش میدادم براتون بگم. دیگه لایک یادتون نره. خدافظ تا ویدیوهای بعدی.